دقیقاً به خاطر همینه که از این هواپیما خوشم میاد. تنها نکته منفیش این بود که زیاد حریم شخصی نداشتیم. کم مونده مسافرای عادی با چشمشون ما رو قورت بدن. خب بریم ببینیم یه بلیت پرواز $10,000 چه جوریه. این شما و اینم پرواز $10,000. وای پسر چقدر خفنه. ببین تا سر کوچه جا دارم پامو دراز کنم. ببینیم تو این پرواز چیا گیرمون میاد. یه تبلت، یه تلویزیون بزرگ لمسی، یه یخچال اختصاصی، خوراکی. اینا که مستر بیست شکول نیست. آقا پولمو پس بدید. خب بذاریم به وای فای وصلشم. ما $10,000 پول بلیت دادیم ولی اینا لنگ $20 اینترنتن. یعنی مجانی نیست؟ هواپیما میخواد تیک آف کنه و خیلی خفنه چون میتونم اینجا رو تلویزیونم ببینمش. بعد چون پروازمون 16 ساعته باید برم دشوری. نگاه کن خدا وکیلی، هم سینک داریم هم توالت فرنگی، تازه اینورم حمومه. خیلی خفنه. نگاه کن ما الان 30,000 پا تو آسمونیم و هر وقت دلم بخواد میتونم دوش بگیرم. تازه منم پسرا میتونستیم هر چقدر دلمون بخواد غذای خوشمزه سفارش بدیم. بهترین قسمتشو هم گذاشتیم آخر. سلام چطوری؟